هر چقدر من از در خانه امام زمان علیه السلام دور شدم و این حاجتمو به در خانه دیگران بردم، سرم کلا رفت. اینو به یه نکته ریز بگم، نوع دوستانی که تو مجلس هستن تجربه پدری دارن، پدر بزرگن. شما دوست دارین بچه‌تون یه چیزی از شما میخواد، به جای اینکه بیاد به شما بگه بابا یه هم چیزی میخوام برام بگی، بره در خونه همسایه زنگ بزنه و همسایه بگه آقا میتونی شما بر من اینو تهیه، به شما بر نمیخوره. میدونید عیبی که ما رو امام زمان میزنیم چیه؟ میشه که پدر دیگه میگه بابا جون اینی که تو خواستی، مثلا دوچرخه، موتور، هر چی، وقتش الان نبود، از درس زندگیت میافتادی، این همسایه نمیفهمه، آینده تو رو نمیبینه، اینو واسط خرید، به من گفتی من میتونم این کارو بکنم، میتونم که چه عرض کنم، نتونم برات قرض میکنم بریم ببینید این همه خانواده ها رو. پدر مادر، پدر میره وام میگیره قرض میکنه برای خواسته بچه. ببخشید یا صاحب هستم، نمیدونم در مورد امام زمان چی باید گفت. وقت آدم حاجتشو پیش پدرش نبره، پیش امام زمان نبره که قرآن داره میگه بابا اون نشسته اصلا کارش اطعام طعامه، اون غذایی که خورند توه، اون غذایی که به دردت بخوره. وقت شما در خانه دیگری میروی